سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به الکترو امیر. دوستان، پیج الکترو امیر که به تازگی زده شده، قراره در پیج الکترو امیر ویدیوهایی در مورد الکترونیک، ساختنی در مورد الکترونیک، این پاور بانک، منبع تغذیه، چراغ قوه، اسپیکر و وسایل متنوع، ساخت ژنراتور تولید برق، نشون دادن قطعات الکترونیکی، خازن، دیود، ساخت مدارهای الکترونیکی، تعمیر مدارهای الکترونیکی، تعمیر پاورهای الکترونیکی و غیره برای شما آموزش بدیم. امیدوارم با حمایت شما این پیج همیشه پایدار باشه. دوستان، برای اولین ویدیو من یه موتور توکی 2.5 سی سی یا موتور سوختی برای شما میخوام توضیح بدم. دوستان، موتور توکی، موتور سوختی، حجم موتورهای مختلفی داره. الان این موتوری که شما میبینید 2.5 سی سی حجم موتورش، 2.5 سی سی. مثلا الان موتور داریم 4 سیلندر، یعنی هر سیلندر توش یه پیستون داره. ما بهش میگیم 4 سیلندر، یعنی 4 تا پیستون. 12 سیلندر یعنی 12 تا پیستون. حالا ما چند مدل داریم: سیلندر خطی، یعنی تعداد پیستونا خطی باشه، صاف باشه، یا خورجینی. خورجینی میشه یکی چپ مثلا یکی راست، توسط میلنگ پیستونا بالا پایین میشن و احتراق انجام میشه. این موتور من حجم موتور 2.5 سی سیه. ما حجم 2.5 سی سی خیلی حجم کمیه، دو سرعت این موتور خیلی بالاست. ما موتور داریم بنزینی، گازوئیلی و این موتورهای سوختی سوختشون الکله. هر الکلی بالای الکل، هر الکلی از 75% به بالا، یعنی زیر 75% به موتور فشار میاد، به شم فشار میاد و احتمال داره اصلا موتورتون خوب کار نکنه، فقط روغن سوزی داشته باشه. من سوختی که برای خودم برای این موتور توکی ساخت ژاپن 2.5 سی سی پیشنهاد میکنم، الکل شفاف. من خودم 99.9% الکل خریدم، یعنی 1/10، نه یه درصد، 1/10% ناخالصی داره. دیگه از این قوی تر دیگه فکر نکنم الکل باشه، چون دیگه نیستش. 1/10، 99.9% من خودم استفاده میکنم. و ترکیب سوخت این موتور حدود 80% الکل و حدود 20% روغن گرچک. ولی این 20% روغن گرچک که از عطاری میتونید تهیه کنید. چجوریه؟ شما مثلا اگه خواستید 2 تا 80%، مثلا 2 تا سرنگ، مثلا یه سرنگ 10 سی سی بردارید، 8 سی سی شو بعد الکل، 2 سی سی شو روغن گرچک. ولی اگه خواستید زیاد درست کنید، مثلا 2 تا سرنگ شد، دیگه 2 تا سرنگ نیاید، 2 تا 8 تا بریزید الکل، بعد بیاید 4 تا حدود 4 سی سی از روغن گرچک بریزید. اون موقع بعد بیاید از 3.5 سی سی روغن گرچک بریزید. یعنی شما حجمت که میره بالا، یواش یواش این سی سی روغن گرچک رو بیارید پایین، نه دیگه کلا بیاد بشه یه ذره. مثلا ما توی حدود نیم لیتر حدود 20 سی سی بیایم روغن گرچک بریزیم. توی نیم لیتر، توی یه لیتر بیایم 12 سی سی، 15 سی سی نهایتاً بیایم روغن گرچک بریزیم. چرا؟ چون زمانی که حجمت میره بالا، روغن گرچک زیاد باشه، از خروجی اگزوز موتور دود میاد بیرون و حالت همون روغن سوزی اتفاق میفته. پس چی شد؟ 80% الکل، 20% روغن گرچک با هم مخلوط میکنید و برای سوخت این موتور وارد میکنید. این موتور کاربراتی هستش. کاربرات موتور، شمع موتور المنتی هست. یه المنتی هستش که با ولتاژ 1.5 ولت آمپر، مثلا حدود 1.5 تا 2 آمپر
این المنت سرخ میشه، منفی میشه بدنه اینجا و مثبت وسط شمع و این المنت سرخ میشه. زمانی که موتورتون روشن شد یه ذره سرگاز بدید و موتورتون گرم شد، المنت و برق رو ازش جدا کنید، یعنی مثبت منفی بطری ازش جدا کنید، موتورتون تا دائم روشن میمونه تا زمانی که خاموش نشه دیگه. سوختتون تموم نشه، اتفاق نیفته، این موتور روشن میمونه دیگه. نیازی نیست هی برق وصل باشه. یه بار روشن شد دیگه برق رو جدا کنید، همینجوری بمونه. بعد اینجا میلنگ هستش و میتونید یه جایی طراحی شده که شما بتونید هندل یا استارت موتوری بهش وصل کنید. اگزوز هست، این موتور رو میتونید بدون اگزوز هم روشن کنید، یعنی همینجوری روشن شه. اگزوز برای این موتور یه بدی داره، زمانی که شما اگزوز میذارید اون الکل میسوزه، ولی اون درصد روغن گرچک از 100% حدود 20%ش باقی میمونه و این 20% از اگزوز خارج میشه. خیلی کم ها، قطره قطره خیلی کم، مثلا در هر 2-3 دقیقه یه قطره آروم میاد. این اگزوز برای اینه که شما اینو بذارید اون قطره های روغن گرچک بیاد بمونه تو اون اگزوز و اون اگزوز اگه اون روغن بمونه اون تو اگزوز داغ میشه. دفعه بعد چند بار بخواید روشن کنید از اگزوزتون دود بسیار زیادی در میاد. چرا؟ چون اون روغنه اومده جمع شده، اگزوز هم که داغ میشه اون روغنه میسوزه و دود میکنه. من به نظر خودم میگم برای این موتور اگزوز قرار ندید، چون خودش بدون اگزوز خیلی بهتره به نظر من، ولی سلیقه‌ایه، میتونید اگزوز قرار بدید. سیلندر اینجا که داره یه چیز بالا پایین میشه پیستون موتور هست، بوربرینگ موتور و شافت خروجی. اینم پیچ ژیگلور ورودی سوخت هستش. شما باید تنظیم کنید. اول مثلا از 100% 50% باز میکنید، موتور استارت خورد یواش یواش میبندید، یواش یواش میبندید. بعد که موتور روشن بود سری پیچ تاتم میبندید، 1 دور 2 دور 3 دور پیچو باز میکنید، موتور خاموش نمیشه. سری اگه این کار کنید موتور خاموش نمیشه. سری میبندید و 3 دور باز میکنید، دیگه نمیخواد به این پیچ دست بزنیم. برای روشن شدن اول دستمون رو میذاریم اینجا، چند دور موتور رو میچرخونیم تا سوخت بیاد مکش شه، بره داخل کاربرات و کاربرات بره زیر میلنگ. این روغن به خاطر اینه که بیاد زیر پیستون و زیر میلنگ و قشنگ روغن کاری کنه. یعنی ما پشت اینجا، پشت این بوربرینگ تا اینجا ما سوخت رو داریم. اون ترکیب الکل و روغن گرچک زیر موتوره و از زیر موتور با طراحی های سرسیلندر میاد میره بالای موتور، بالای سرسیلندر قرار میگیره. دریچه گاز هست، تنظیمش هم هستش. یعنی شما اگه گازو ببندید یه ذره بازه، با این یه ذره نمیذاره خاموش بشه، موتور کار میکنه روی دور تعیین شده. برای فراکمپرس این موتور، فراکمپرس یعنی چی؟ یعنی شما زمانی که میچرخونید از هیچ جای موتور هوا خارج نشه. تستش هم آب و کف درست کنید به سر موتور رو چند بار بچرخونید. این موتورم حالت چپگرد این موتورها روشن میشن. الان من دارم راستگرد دارم میچرخونم ولی چپگردن. این موتور برای روشن شدن باید چپگرد باشه. زمانی که شما سوخت رو وارد میکنید اگه راستگرد بچرخونید از اینجا سوخت میاد بیرون و موتورتون حالت خفگی پیدا میکنه و روشن نمیشه. بعد کاربراتو باز کنید، شستشو کنید و دوباره ببندید. همیشه یادتون باشه چپگرد موتور روشن میشه. راستگرد بچرخونید سوخت از دهنه کاربرات میرزه بیرون. اگه دیدید کف داره حباب در میاد ازش یعنی که فراکمپرس داره. شمعو باز میکنید، چند دور نوار تفلون میپیچید و میبندید. دوباره امتحان میکنید. اگه حباب نیومد یعنی این موتور فراکمپرس نداره، کمپرسش خوبه و این موتور روشن میشه. برای روشن کردنش دستتون رو میذارید اینجا، چند دور میچرخونید، سوخت میاد داخل، میاد پایین و میاد بالای موتور. 2-3 بار که بزنید، حالا برای روشن شدن یه ذره سرگاز میدید. موتور که روشن شد 2-3 تا گاز یواش میدید و موتور رو میارید میذارید رو حالت کاربرات، میارید رو حالت بسته که موتور یه ذره که گرم شد، شمعو که ولتاژ شمعو که خارج کردید موتور روشن موند، یواش یواش شروع کنید به گاز دادن. دوستان
در ویدیوهای بعد براتون ویدیو میذاریم که این موتور رو باز میکنیم، قطعات داخلش رو به شما نشون میدیم و میبندیم، روشن شدن، تست کردن و به احتمال خیلی زیاد این موتورها برای ماشین های کنترلی، هواپیماهای کنترلی سوختی استفاده میشه. از حجم 1 cc هستش تا به بالا، ولی تو ایران خیلی موتورها کمیابن یا اگه من باشه تو cc های بالا پیدا میشه. این موتور 2.5 cc و ژاپنی هم هستش، توکیو برای ژاپن حک شده. و حالا استارت و هندل و اگزیتش هم بر شما در ویدیوی بعد میاریم. بس یادتون نره روغن کاری این موتور خیلی مهمه. این درصد روغنه حواستون باشه، اگه زیاد باشه، زیاد روغن بره بالا سرسیلند دیگه احتمال داره موتورتون روشن نشه. دوباره بعد سرسیلند موتور باز کنید، شستشو کنید. شستشو هم الکل، همون الکلی که دارید باهاش موتور روشن میکنید با همون موتورتون رو بشورید. مثلا باز کردی سرسیلند رو، اگزوز و اینا رو با همین الکل بشورید. مال من 99.9% یعنی دیگه از این بالاتر نیستش. منم خیالم راحته، با همین میشورم موتور رو، همه کار میکنم. برای تست این موتورم من پیستون رو میارم پایین، چند قطره از این الکل من داخل این موتور میریزم که بخوایم بهتون نشون بدم. بعداً برای ساخت باک یا خرید باک راهنماییتون میکنم که بعد چی کار کنید برای باک. نگاه کنید الان میاریم بالا، میبینید اگه دقت کنید یه دودی نمیدونم، یه دونه بخار ریزی اینی یه بخاری در میاد. این چیه؟ این اگه دقت کنید موتورهای گازوئیلی با فشار پیستون و فشرده شدن گازوئیل احتراق انجام میشه و منفجر میشه. چیزی به نام شمع و المنت اینا نداریم. این هم همون اتفاق داره میفته. الکل خالص رفته داخل و ما به زمانی که داریم میچرخونیم این پیستون میاد بالا، الکل رو فشرده میکنه، میخواد الکل منفجر شه، ولی چون الکل عین گازوئیل نیست، شمع نباشه، الکل منفجر نمیشه، فقط اون بخارات الکل از اگزوز خارج میشه. دوستان تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. لطفاً حمایت فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.